بین صنعت و دانشگاه، یعنی بین کار کردن توی صنعت و تدریس توی دانشگاه، بعد از اون همه سال فعالیتی که داشتین، کدومش براتون رضایت بخش تر بود؟ حتما تو دانشگاه، چون متنوع است دانشگاه. هر سال شما با علوم جدید آشنا میشی، دانشجو جدید میشه، دستگاه‌های متنوع‌تری میاد با بازار و شما علمتون بالاتر میره. ولی تو کارخونه و صنعت بعد از مدت دیگه در جا میزنه آدم، تکرار مکرراته، مگر اون صنعت بخواد پیشرفت کنه. ولی ما خیلی صنایع هست از 20 سال پیش همین بوده، حالا هم همینه. چی کارش میخوایم بکنی؟ اونجا کسی نیستش که استقبال کنه که تحولی توش ایجاد شه. شاید هم باشه، من خبر نداشتم. شما یک کتاب در مورد حفظ سلامتی و ایمنی توی محیط آزمایشگاه نوشتین. خیلی‌ها شاید به این موضوع متاسفانه توجه نکنن. شما چی شد که چنین کتابی نوشتین؟ خیلی دلایل بی نهایت موجهی داشتم. اولا نزدیک 80 سال ما رشته شیمی رو در ایران دانشگاه‌های مختلف دارن ارائه میده. شما فکر کنید یک کتاب تو این زمینه نیست. متاسفانه من شاهد مرگ چند تا دانشجو همکارم تو همون دانشگاه امیرکبیر بودم و با خطرات بسیار زیادی روبرو می شدم که به دانشجوها بالاخره تفهیم می کردم که چه کارشون خطرناکه. اما چند مورد باعث شد که من واقعا تصمیمم بگیرم به محضی که وقت پیدا کنم این کتاب بنویسم. و همون روزی که بازنشستگی من حکمم اومد، موافقت شد، من از فرداش این کتاب نوشتم. اول همکارم بود خانم مهندس دقیقی، چه سالها تو آزمایشگاه کار میکردن، کارشناس آزمایشگاه بودن، ولی دکترای شیمی رنگو داشتن میگرفتن، حالا نمیدونم تو چه قسمتش. و هفته بعدش اصلا باید دفاع میکردن پروژهشون. و من رد شدم به بغل آزمایشگاه، احساس کردم یه بوی رو میشناسم، یه بوی داروی خیلی بدی رو میشناسم. فضولی کردم، در رو باز کردم، ایشون رو دیدم، یک بطری بزرگ 2 لیتر و نیمی ماده DMSO گذاشته جلوش، دایمتیل سولفوکساید، و داره این شیشه رو خالی میکنه تو مزور که ببره باشه آزمایش کنه. من خب چشام خیلی تیز بود اون موقع، حالا 1000 سنم رفته بالا، سختمه. بهش گفتم بذار زمین، بیا بیرون، بودو بیا بیرون. اومد بیرون. گفتم میدونی داره چی کار میکنی؟ درم ببر، تو تنها کار میکنی؟ هودم نبردی اینو بذاره زیر هود، گذاشتی رو میز. این ماده رو خوندی روش چیه؟ اصلا هیچ متوجه هستی با چی کار میکنی؟ این تمام گوشتای بدن رو حل میکنه. این نشاسته تو همه چیز دیسپرس میشه، ولی نشاسته رو حل میکنه. این ماده رو من 2 cc شد 3 cc شو بخواستم تو امریکا کار کنم، 10 تا امضا گرفتم، انواع ماسکای مخصوص، کود بسیار قوی، نمیدونم دستکش ویژه. تو داری تو خیلی همین الان من ازت خواهش میکنم برو دکتر، بگو من شیمی، برو شستشوت بدن ریتو. گفت خانم دکتر ما رو خیلی میترسونی ها، تو خدا اینطوری با ما حرف نزن، پس ما باید هیچ کاری نکنیم. گفتم نرو. گفت خانم دکتر من باید کارم انجام بدم. رفت تو آزمایشگاه، درم گفت باز گذاشت، ولی بوش میمد تو راه رو برای بچه‌ها. من اون شب تا صبح نخوابیدم، چون ایمان داشتم بلایی سرشون میاد. فردا بهش زنگ زدم، گفت سرما خوردم. فهمیدم که وضعش خرابه. پس فردا زنگ زدم، گفتش که سرفه میکنم ولی یک گیاهی هست بو میکنم، بازم نرفتن نه و اینو بخور میدم، بعد بخور میدم بو میکنم. گفتم برو دکتر. میدونستم کارش کار گذشته، دکترم فایده نداشت. روز 4 یا 5 بود، زنگ زدم خونش آدرس، بالاخره با زحمت به خواهرش زنگ زدم، گفتم که چطوره؟ گفت بردمش بیمارستان بستریه. همون آن کلاسم هم تعطیل کردم، رفتم بیمارستان که بگم بابا این چه اتفاقی براش افتاده. رفتم دیدم دکتر و یه خواهر دیگهش بالا سرشه و اینم زیر اکسیژنه. رفتم با دکترش، بعد از اینکه از اتاق اومد باهاش رفتم بیرون، دیدم گفت خانم شما کی هستی؟ گفتم همکارشم آقا. گفتش که من به فامیلش جرئت ندارم بگم، ولی تشریف بیارین تو اتاق من. فیلم عکسشو، تصویر عکسشو گذاشت زیر نور. گفت ببین خانم ریه اصلا حجره نداره، این لواشک شده، همه بین رفته. گفتم چی میشه؟ گفت
هیچ کاری نمیشه، 3-4 ساعت دیگه وقت داره تمومه. چندین روزم غذا نخورده چون اکسیداسیون تو بدنش صورت نمیگیره، اکسیژن به بدنش نمیرسید و همون بعد از ظهر فوت کرد. خدا رحمتش. و این یه دونش بود. یا بروم، شما خودتون میدونین کلورفلور بروم تو دبیرستان به آدم درس میدن، اینا مواد خطرناکه تو جنگ استفاده میکنن شیمیایی کنن. مثلا پسری بروم ریخته بود توی بالونی، درش هم بسته بود، با آسانسور اومد بالا. حالا اینگه میشکست چی میشد؟ و تو همون دانشگاه خیلی از سرطان گرفتن مردن و من شاهد بودم چه موادی رو بدجور استفاده کنن، به خصوص تو مهندسی پزشکی. برای همین گفتم حالا رسالت من، حالا هر کی میخواد بخونه این کتاب، میخواد نخونه، من وظیفه دارم اینو که میدونم اینم بگم سریع. من برای فرصت مطالعه رفتم امریکا، با اینکه استاد دانشگاه بودم، رو تخریب کار کرده بودم، اینقدر سابقه آزمایشگاهی داشتم. اول من آزمایش سیفتی کردم، بعد اجازه دادم برم تو آزمایشگاه کار تحقیقاتی بکنم. اینجا دانشجو تو وارد میشه بدونه که ایمنی و این چیزا رو بدونه، میره نه عینک داره، نه ماسک داره، نه دستکش داره، نه روپوش داره، میره تو آزمایشگاه. پسابای آزمایشگاه هم همین الان همه دانشگاه هر کی آزمایش میکنه آخر سر میزنن توی پاتیل. حالا اینا جورن با هم واکنش میده. حالا پاتیلا کجا میره، کجا دفع میشه، من نمیدونم. من اگر پستی داشتم توی مملکت جلو همینا رو میگرفتم ولی متاسفانه نمیشد دیگه در حد همون کتاب متوقف شدم. شما در حال رسالت خودتون رو انجام دادین. و اینم بگم تمام آسیستانای دانشگاه رو دعوت کردم تو یک هتل، نهار بهشون دادم و با از جیب خودم این کتاب خریدم و همشون کادو دادم. ازشون خواهش کردم حتما اینو اجباری کنین تو آزمایشگاه ها و معرفی کنین. فقط یه نفر دانشجویی که با من دکترا میگرفت، ایشون استخدام تربیت معلم شد. الان کتاب من تو تربیت مدرس اجباریه. یعنی تمام دانشجوهایی که کار تحقیقاتی میکنن بعد این کتاب امتحان بدن تا بتونن ادامه بدن. بله. با توجه به تجربه شخصیتون بزرگترین خطری که توی محیط آزمایشگاه نادیده گرفته میشه چیه؟ همین ایمنی. شما ببینید تو همون کتاب من نزدیک 30 تا سایت کامپیوتری معرفی کردم. قبل از اینکه کار کنی با یه ماده شیمیایی باید برید راجع به ماده شیمیایی بخونید، چجوری این انتقال بدی به ظرفی، چجوری کجا انبارداریش کنی، بغل چه ماده‌ای نباید بذارینش، اگر این ریخت چجوری اونو خنثاش کنی، جمع و آوریش کنی. شما اگر حتی جیوه بریزه زمین الان تو ایران نمیدونن چجوری جمع کنن، در حالی که جیوه فوری بخار میشه و بدترین ماده سمی دنیاست. بعد وقتی که آثاری که این مواد شیمیایی میزنن مسمومیت‌های کرونیک میدن بیشتر، مسمومیتی که لانگ تایم آشکار میشه، ماده‌ای که سرطان زایه و 10 تا 40 سال طول میکشه تا اثرش رو بروز بده. بنابراین فوق‌العاده مهمه که آزمایشگاه قبل از اینکه تحصیلات برای بهتر زندگی کردنه، نه اینکه مرض گرفتن. و از همه بدتر که خود اساتیدم نمیدونن، پروژه‌ای میدن با مواد مطلقاً سرطانزا. و اینم بگم که توی دانشگاه هر پروژه‌ای که دانشجو آخر سر میدونستن، همه بچه‌ها پروژه میگرفتن میرن تو اتاق من بهشون میگفتم این ماده خیلی خطرناکه، اصلا پروژه تا عوض کن. و بعد همکار من، یکی از همکارایی که رقابتی با من داشت شدیداً با من دعوا میکرد که بچه‌ها رو میترسونی.